چی شد که پیمان قاسمخانی همسرش بهاره رهنما را از صدا و سیما حذف کرد؟ آیا یه تصمیم حرفه‌ای بود یا یه انتقام شخصی؟ داستان چیه؟ بیاین این ماجرا را با هم مرور کنیم. ماجرای کنار گذاشته شدن بهاره رهنما از صدا و سیما توسط پیمان قاسمخانی یکی از شایعاتی است که سالها در فضای مجازی مطرح بوده. اما حقیقت ماجرا کمی متفاوته. بهاره رهنما و پیمان قاسمخانی سالها زوج هنری شناخته شده تو سینما و تلویزیون ایران بودند. پیمان قاسمخانی نویسنده مطرحیه که فیلمنامه‌های محبوب مثل پاورچین، شب‌های برره، مرد هزار چهره و سن پترزبورگ رو نوشته. از یه طرف دیگه بهاره رهنما در خیلی از فیلم‌های او بازی می‌کرده. اما این تصور که پیمان قاسمخانی اونو از صدا و سیما کنار گذاشته ریشه در چند برداشت اشتباه داره. در سالهای اولیه همکاریشان بهاره رهنما در سریال‌های نوشته شده توسط پیمان مثل پاورچین و مرد هزار چهره نقشای کوتاه یا مکمل داشته، اما کم کم از فیلم‌های او حذف شد. این موضوع باعث شده خیلی‌ها تصور کنند که پیمان عمدن اون را کنار گذاشته. پیمان قاسمخانی همیشه تاکید کرده که انتخاب بازیگران بر اساس فیلمنامه است، نه روابط شخصی. او در مصاحبه‌های مختلف گفته که کاراکترهای زن فیلم‌هاش معمولاً مناسب بازیگران دیگری بودند و این دلیلی بر حذف عمدی بهاره رهنما نبوده. جدایی شخصی و تأثیر آن بر همکاری پیمان قاسمخانی و بهاره رهنما پس از حدود 20 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. این جدایی در سال 95 اتفاق افتاد و طبیعی بود که بعد از اون دیگه همکاری‌های حرفه‌ای مشترک با هم نداشته باشند. اما آیا پیمان قاسمخانی بعد از جدایی باعث حذف او از صدا سیما شد؟ خیر، بهاره رهنما خودش مسیر متفاوتی رو در پیش گرفته و بیشتر روی تئاتر، تبلیغات و فضای مجازی تمرکز کرد. از طرفی پیمان قاسمخانی هم بعد از جدایی دیگه چندان در صدا سیما فعالیت نکرد و بیشتر روی سینما متمرکز شد. پس از جدایی از پیمان، بهاره رهنما بیشتر به فضای مجازی و تبلیغات روی آورد که همین موضوع باعث شد کمتر در رسانه‌های رسمی مثل تلویزیون حضور داشته باشه. صدا و سیما هم با تغییر سیاست‌های خودش کمتر از بازیگران پرحاشیه استفاده کرد. برخلاف شایعات، پیمان قاسمخانی هرگز باعث کنار گذاشته شدن بهاره رهنما از صدا و سیما نشد، بلکه تغییر مسیر کاری، جدایی شخصی و سیاست‌های صدا و سیما باعث شد که او کم کم از تلویزیون دور بشه. اما چون مردم عادت داشتن که اونو در کارهای همسر سابقش ببینن، این تصور پیش اومد که پیمان قاسمخانی اونو عمدن کنار گذاشته. در نهایت هر دو مسیر متفاوتی رو پیش گرفتن و حالا در حوزه‌های کاری جداگانه فعال هستن. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. ممنون میشم. برای بزرگتر شدن خانواده‌مون کانال رو سابسکرایب کنید.